خیلی از معلم‌ها وقتی محتوای سیلابس رو تمام و کمال با زبان آموزشون کار میکنن و نتیجه‌ای که مد نظرشون نمیگیرن، دست به کارهای مختلفی میزنن. یه سری‌ها میان میگن کلا کتاب باید عوض بشه، به درد نمیخوره. یه سری‌ها میان میگن که خب من باید کتاب جانبی اضافه بکنم، محتوای جانبی بیارم، ویدیو بیارم، پادکست بیارم، کتاب لغت و گرامر معرفی بکنم. اما باز هم میبینیم که اینها نتیجه نمیگیرن. چرا؟ چون به طور کلی تمرکزشون بر اینه که ورودی یا اینپوت رو افزایش بدن، در صورتی که اشکال اینجا اینه که باید محتوا و ورودی رو اتفاقا کمتر بکنیم و از اون طرف وقت بذاریم روی خروجی گرفتن. یعنی بیایم تمرکزمون رو بذاریم روی مهارت‌های تولیدی مثل نوشتن، مثل اسپیکینگ. اینطوریه که زبان آموزامون اون چیزی که مد نظر ماست رو بالاخره نشون میدن به مرور زمان. چند تا مسئله مثلا مطرحه. یکی این که اول باید بیایم تمرکزمون رو بذاریم روی درست صحبت کردن یا درست تولید کردن زبان آموزامون. پس بهشون میگیم یه متن رو تولید بکنن، غلطاشون رو میگیریم، فیدبک بهشون میدیم و بعدا میایم تمرکزمون رو میذاریم روی روان صحبت کردن. میگیم خب حالا تمرین کردین، غلطاتون در اومد، فیدبکش رو گرفتین، حالا برین تمرین کنید سریعتر، نگیم سریعتر، طبیعی‌تر ارائه بدین، طبیعی‌تر صحبت بکنین. به نظرم اینطوری به مرور زمان نتیجه فوق‌العاده میشه. بچه‌هام سنس آف اچیومنت خیلی بیشتری خواهند داشت.